گاهی فقط یه لحظه خشم، یه تصمیم ساده میتونه سرنوشت یه خانواده رو برای همیشه عوض کنه. در پارک حیات وحش پکن زنی جوان فقط چند ثانیه از ماشینش پیاده شد، اما نمیدونست اون چند قدم کوتاه به قیمتی تموم میشه که هیچ کس نمیتونست تصور کنه. این یک داستان واقعی است. سلام، به پرونده سرد خوش اومدید. امروز من اینجام تا داستان واقعی حمله پلنگ به یک گردشگر چینی رو براتون روایت کنم. لطفاً سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید. ممنون. صبح یکی از روزهای گرم جولای 2016 بود. پارک سافاری بدالینگ در شمال پکن پر از خانواده هایی بود که میخواستن حیوانات وحشی را از نزدیک ببینن. بین اون ماشین ها یه خودروی سفید رنگ وارد منطقه گربه‌سانان وحشی شد. مرد جوان، همسرش و مادر همسرش در داخل ماشین نشسته بودند. همه چیز آروم بود، اما در ادامه همه چیز از یه بحث کوچیک شروع شد. خانم ژانگ که اون روز کمی خسته و عصبی به نظر می رسید با همسرش درباره مسیر رانندگی و سرعت حرکت بحث می کرد. همسرش بهش تذکر داد که آروم باشه، اما دقیقاً همینجا همه چیز از کنترل خارج شد. خانم ژانگ از روی عصبانیت دستگیره در رو کشید، در ماشین رو باز کرد و پیاده شد. نگهبانها از دور با بلندگو فریاد زدند و تذکر دادند که برگرده داخل، اما اون فقط چند قدم از ماشین دور شد تا از همسرش فاصله بگیره و همین چند قدم آخرین فاصله امن زندگیش بود. دوربین‌های امنیتی همه چیز رو ضبط کرده بودند، اما ناگهان از پشت علف‌های بلند کنار جاده سایه‌ای سیاه ظاهر شد. در کسری از ثانیه یک پلنگ بالغ از پشت سر حمله کرد و اون رو به زمین کوبید. همسرش در رو باز کرد، از ماشین پیاده شد تا نجاتش بده. اما نکته اینجاست، در قلمرو حیوانات وحشی سرعت تصمیم گیری حیوان فقط چند ثانیه است و پلنگ شکارش رو رها نمی‌کنه. نگهبان‌ها با آژیر و بوق ماشین امداد سعی کردند پلنگ رو دور کنند، اما در اون چند ثانیه لعنتی ژانگ به شدت آسیب دید و بدنش کشیده شد. این یک داستان واقعی است. همینجا بود که مادر خانم ژانگ در عقب ماشین رو باز کرد و دوید بیرون. مرد جوان فریاد زد برگرد، خطرناکه. اما عشق مادرانه چیزی نیست که با منطق کار کنه. او دوید، پاهاش روی خاک داغ میلغزید، فریاد میزد، دستهاش رو تکون میداد تا توجه حیوان رو جلب کنه. جالبه بدونید که برای چند ثانیه توجه پلنگ واقعا از بین رفت، اما در همون لحظه حیوان برگشت و متاسفانه به سمت مادر حمله کرد. نگهبانها با صدای بوق ممتد و آژیر بالاخره تونستن پلنگ رو عقب ببرن و بعد از اون خانم ژانگ رو نیمه جان نجات دادن، اما مادرش هیچ وقت برنگشت. بعد از این اتفاق ویدیوهای دوربین‌های امنیتی در فضای مجازی منتشر شد. میلیون‌ها نفر اون لحظه هولناک رو دیدن و هر کسی یه برداشت داشت. پارک بدالینگ بعد از اون حادثه حفاظها و فنس‌های بیشتری ساخت، تابلوهای هشدار رو بزرگتر کرد، اما باز هم هر سال چند بازدید کننده در چین از ماشین پیاده میشن برای عکس یا کنجکاوی. به طور خلاصه این حادثه به ما یادآوری میکنه که طبیعت هر چقدر هم زیبا جایی برای اشتباه نداره. اینجا پرونده سرد بود. از اینکه با کامنت، سابسکرایب و لایک از کانال حمایت میکنید متشکرم.